تو او بله آدم خان صاحب، خودت میفهمی که در وطن کاربار نیستم. ما رفتیم یک چند بار در ایران، تا ترکیه هم رفتیم، باز از ترکیه دیپورت شدیم. آل بیکار هستیم، آمدیم که زمین تیک تاک گفتیم یک لقمه نان شد پیدا کنیم. خود تو دنبال یک لقمه نان آمده. جنات تیک تاک نان نیست، اما خربوزه بسیار است. خربوزه بسیار است، یعنی میرخم دنبال خربوزه باش که نان من به دردت نمیخوره. خب اما تو من مردم را برای راست هدایت میکنم. وای چطوری برای راست هدایت میکنی؟ تو پیامبر هستی؟ نه، من پیامبر نیستم. من میخوایم برای مردم ثابت کنم که رای من درست است، رای دیگر رای اشتباه است. برو جانم، برو دنبال کار زندگی خود برو. افسوس کم زبان ما و تورم خارجی نمیفهمم، وگرنه بهم ریش اردوی ما میخندید. ریشم که نداری تو، چی رقم فهمیده برای راست هدایت میکنی که ریش نداری؟ ده خب تو دیگه چرا؟ بله آدم خان صاحب، ما یک استعداد خیلی خاص داشتیم، آمدیم گفتیم این استعدادیم حیف نشوه. آها آفرین. خب چی استعداد داری؟ بله آدم خان صاحب، ما یک صدای خیلی خوب دارم. ما در ما هر وقت میخونم صدایم خوشی میاد. بعد آمدیم گفتیم دمی مردم هم نشان بدیم صدای خدا. آفرین. خب بخوان برای ما ببینیم صدای چطوری است. با اجازه شما آدم خان صاحب و تمام شاخهای مجازی. در کنج دلم حق، در کنج دلم های، در کنج دلم هی، در کنج دلم ها. بس ای بر پدر دو کسی نداد که تیک تاک جور کده. کسی خانه ندارد. خفه شو دیگه، من میگم خفه شی بازم میخانه. خو تو چند نفر پالاور داره؟ این عکس ما اینجا چیکار میکنه؟ این عکس ما رو برای چیز دیده کلای؟ بله آدم خان صاحب، ما فالوورای کم بود. ما یک 40-50 کا فالوور داشتم. باز می عکس شما رو در تیشرت خود زدیم. ما گفتم فالوورای کم زیاد شوه. خودت میفهمی که خودت یک چهره شناخته شده بین المللی هستی. خود تو از خود ما اجازه گرفته ای کار کردی؟ این کپی رایت است. یک چی؟ کپی رایت چی است؟ سایکو تو کپی رایت نمیفهمی، باز آمده که پالاور جمع کنی. کپی رایت نمی است که نمی کلا و کپشن تو رو ما بدون اجازه تو بگیرم در جان خود کنم. خوشت میآید؟ تو خودت چیکار هستی؟ بله آدم خان صاحب، من یک استعداد خاص دارم در دو زدن و دشنام دادن. این پشت دادن استعداد میخواسته و ما خبر نداشتیم ها؟ بله استعداد میخوایم. من خودم انواع و اقسام دو زدن بلد هستم. از زن و فرزند مردم گرفته تا دور دسترخوان و مرغ و چرغ و حتی گاو و گوساله مردم را ما میتونم دو بزنم. خوبه میت دوای او دار. درست میگی ولد، می روزه دو زدن و دو خوردن هم فایده داره. بله آدم خان صاحب، ما فالوورا رو دو بزنم، باز فالوورا مرا دو بزنه. آل فالوورا رسیده در 200-300 که. آفرین دو خورت ببر بالا فهمیدی که دو فالوورا میزنه، بس فهمیدی پیسهش تو میگیری. خوب است. آدم خان صاحب دروغ میزنه. کلی فالوورایش ما برش دادم. چی؟ تو مرا فالوور دادی؟ دروغ میگه آدم خان صاحب. خودش تا یک ماره هرچی میزد فالوورایش از 100 نفر بالا نمیرفت. ما در یک لایف خود گفتم برای فالوورای خود گفتم میره فالو کنن. حالا باز ما را میگه. دروغ میگه آدم خان صاحب. خودش اصلا دو زدن بلد نبود. کلی دو زدن ما برش یاد دادم. حالی باز ما را میگه. سعی که باز یک لایف حرامت میکنم. باز در لایف خود میگم که تمام فالوورات تو را انفالو کنن. خیلی خوب، تمام کنید. بی شرفا سب که ما حالی بسم الله خانه بگم فهمیدیم مغزای تنه باد کنه، باز ما ببینیم تو پالاورای تن بیا پرسان کنه که شما کجا بودیم. ما جنگی پالاور را میندازی نه؟ کاش در جای زمین موبایلای سامسونگ و آیفون در دست مردم فهمیدی آینه می بود که سرشان به زندگی خودشان گرم می بود، نه به زندگی آدمای مزخرفی مثل شما. بسم الله خانه لکه سنگری پسر سر که وهایا. نه آدم خان صاحب نه. او بله دوستایی بود ماجرای آدم خان و تیک تاکرها. البته سوی تفاهم نشود، دوستایی که در تیک تاک فعالیت های مفید دارن آنها حسابشان کاملا جداست، ولی اشخاصی که با اختلافات قومی، لسانی، زبانی و بعضی نشرات بسیار مبتذل دارن، منظور ما آنها بودند. و تا ویدیوی بعدی شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. در کنج دلم در ویخ دلم در شنگ دلم